من اثر خدا را در تمام مخلوقات و موجودات مشاهده نمودم. بله، هر کدامش زیبا، از کوچک تا بزرگ، از وحشی تا اهلی، از مرئی تا نامرئی، هر کدامش پیامی از محبت خدا بر ما میده. و انسان چقدر موجود خوشبخت است که در رأس تمام از این مخلوقات قرار گرفته و چی وظیفه مقدس و مبارک به انسان سپرده شده. ای انسان، تو از نعمتهای من استفاده کن، مرا بشناس و مرا پرستش کن که جایزی و پاداش ابدی در انتظارت است، بهشت خدا و بالاتر از بهشت خدا دیدار خدا. بله، انسان باید غفلت نکنه. انسان باید حقیقت بفهمه که ما چرا هستم، چرا خلق شدیم، از کجا آمدیم، اینجا کجا است، چرا پس میرم. این گپا باید به انسان صحیح تحلیل شه، سرسری برش گفته نشه، سطحی گفته نشه، باید عمیقاً برش فهمانده شه که انسان اشتباه نکنه، انسان غفلت نکنه که برگشت نیست، جاده زندگی یک طرفه است. ما خیلی خوشبخت هستیم که خداوند این جایگاه و عظمت بر ما نصیب کرده. بله، یک تعداد مشکلات در زندگی و اجتماع می باشه، متاسفانه اینا باید سر فکر ما تاثیر نکنه. سختی ها هست، بعض سختی هایی هست که در زندگی می باشه، بعضی وقتا بعضی مشکلات اجتماعی می باشه، اینا یک بخش است، ولی اصلا فراموش نباید بکنیم که ما کی هستیم.